روز ما مدعی سینه چاک محبت پیامبر هستیم و میگیم که ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت داریم، اما از رنگ و بوی پیامبر رو چقدر ما داریم، چقدر بر راه و روش پیامبر رفتیم، از اخلاق و سیرت پیامبر چقدر در زندگی ما هست. امروز همین بچه های کوچک وقتی میگن ما با یک فوتبالیستی علاقه داریم، خودشون رو به اون شکل در میارن، بر راه و روش همون فوتبالیست میرن. وقتی میگن با یک بازیگری علاقه داریم، بر راه و روش همون بازیگر میرن و خودشون رو به اون شکل در میارن، موهاشون رو به اون شکل در میارن. اما ما وقتی میگیم با پیامبر صلی الله علیه وسلم محبت داریم، چقدر از سیرت و اخلاق و رنگ و بوی پیامبر در وجود ما و در زندگی ما هست. آیا این هم شد محبت؟ اگر ما محبت داریم در عمل باید نشون بدیم. امروز ما میگیم که ما با قرآن محبت داریم، سنگ محبت قرآن رو به سینه خودمون میزنیم، میگیم که ما با قرآن، با کلام الله محبت داریم، اما برعکس داریم عمل میکنیم. برای قرآن چقدر وقت گذاشتیم، جوانهای ما برای قرآن چقدر وقت میذارن، اما برای بازیهای گوشی، برای فضای مجازی پیوسته دارن وقتشون رو میذارن و عمرشون رو تباه میکنن و از بین میبرن، اما میگن که ما با قرآن علاقه داریم. آیا این هم شد محبت؟ که میگه ما با قرآن محبت داریم اما برای قرآن وقت نمیذارن، 5 دقیقه برای قرآن وقت نمیذارن، اما پیوسته در فضای مجازی با بازیهای الکی دارن عمرشون رو تباه میکنن. این محبت، این مسلمانی باید ما در عمل نشون بدیم. ما میگیم که ما با مساجد علاقه داریم، با خانه الله علاقه داریم، اما 5 دقیقه وقتی زود بیایم به مسجد، در خانه الله باشیم، دلمون تنگ میشه، دلمون میگیره وقتی در مسجد باشیم، سری نماز میخونیم میریم. اما در مجالس لهو و لعب که مردم دارن شعر میخونند و میرقصند و گناه میکنند، از ساعت 9 شب تا 3 شب نشستن پای رقاصی و پای گناه مجالس لهو و لعب، بعد میگن که ما با مسجد علاقه داریم. اگر با مسجد علاقه داریم چقدر میتونیم در مسجد دوام بیاریم، اما در مجالس دیگه، در مجالس لهو و لعب اصلا ساعت نمیگیریم، پیوسته اونجا نشستیم و عمرمون رو داریم تباه میکنیم. این محبت، این مسلمانی. ما میگیم که ما قانون و حکم الله رو اجرا میکنیم، اما برای سر کار 6 صبح 7 صبح بلند میشیم، اما برای نماز صبح بلند نمیشیم. آیا این شد مسلمانی؟ با این مسلمانی، با این ایمان میخواید در جلوی الله تعالی قرار بگیرید؟ ایمان ما نمیتونه ما رو برای نماز صبح بلند بکنه، اما حس و طمع ما نسبت به دنیا ما رو اول صبح برای سر کار رفتن بلند میکنه. اگر یک فردی به ما بگه که در فلان ساعت فلان جا شما بیایید، ما خواسته شما رو برطرف میکنیم، به شما اینقدر مثلا 1 میلیون پول میدیم، همه ما اول صبح میریم، در همون ساعت قبل از فرارسیدن اون ساعت در اونجا من شما حاضر میشیم. اما پادشاه پادشاهان الله تعالی به ما میگه که ای بنده من، بیا نماز بخون، بیا حاجتت رو برای من بگو. ما چقدر برای مساجد اومدیم، چقدر صف نماز صبح من